به نام خدای فراوانی. درس امروز در رابطه با تخمه. چرا نباید تخمه بخوریم؟ خب تخمه که اکثرا جوانان مصرف میکنن، شما اگه دقت بکنید تخمه دارای برشتگی هست. برشتگی رنگ عوض میشه، هنگام برشتگی رنگ عوض میشه. رنگ این تخمه رو بررسی کنید، از رنگ عادی خارج شده، تقریبا نارنجی رنگه و برشته شده. چرا؟ چون تخمه رو تفت دادن. حالا فرض کنید، حالا خیال کنید حدوداً مقدار زیادی از اینها رو بخورید، چه اتفاقی میفته؟ این مواد برشته به روی صورت جوش قرمز میزنه، به روی گردن، به روی سینه، به روی کمر. همین مواد برشته که در همین تخمه هست موجب ایجاد جوش قرمز روی سر و گردن و صورت و کمر خواهد شد و همونطور اگه ادامه پیدا کنه موجب خال هم میشه. در واقع با خوردن این تخمه برشته به سلامتیمون آسیب میزنیم. هیچ ماده برشته شده رو نباید خورد و تخمه چون تفت داده میشه، چون آتیش خورده میشه، به اون داده میشه، از درون دچار برشتگی است. حالا چطور میتونیم برشتگیشو بفهمیم؟ تخمه رو پس از باز کردن نگاه میکنیم. اگر رنگ اون عوض شده بود پس برشته شده. رنگ این تخمه الان عوض شده، پس این برشته شده. تخمه رو میتونیم از وسط نصف کنیم، از وسط نصف میکنیم و میبینیم که رنگش عوض شده. همین موضوع کافی است تا نشون بده که چی؟ این به ضرر داره، خوردن این ضرر داره. با پرهیز از خوردن تخمه تفت داده شده سلامتی خودمون رو میتونیم حفظ بکنیم. اما اگر میخوایم دونه بخوریم، تخمه بخوریم، خب این تخمه باید خام باشه، این بادام باید خام باشه. بادام تفت داده شده، بادامی که پخته بشه، اون زیانبار هست. خب اما گردو، شما به این گردو یه نگاهی بکنید. این گردو کاملا خام هست و قابل مصرف. اما اگر قرار باشه همین گردو رو هم تفت بدیم و بپزیم و از بین ببریم، اون دیگه قابل مصرف نیست. خوشبختانه این گردو خام هست، پس این رو میشود خورد. درس امروز ما همین بود. ممنون.